زن و شوهر این دو نیمه ناپوره هستند که با آرامش و مهر و محبت یکدیگر را مکمل می سازند. اینها نشانه های قدرت خداوند می باشد که می گوید خداوند. از نشانه های خداوند آن است که برای شما از جنس شما زنان را آفرید تا با آنها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی را پیدا کرد. هر آینه در اینها برای کسانی که اندیشه می کنند نشانه هست. گره خوشبخت زندگانی مشترک بین زن و شوهر با مهر و محبت، یکدیگر فهمی، عزت و احترام یکدیگر، با عفو کمبودی های یکدیگر بسته می شود. این چنین شوخی ها کردن با عائله خود، در کارهای خانه به همسر کمک کردن نیز عملهای سنت بوده سبب مستحکمی عائله می گردد. بهترین شما کسی هست که در بهترین صورت به عائله خود معامله می کند. و من گفتند رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهترین شما هستم نسبتی اهل و عیالم. ای پروردگار ما، در این ماه بزرگ همسر و فرزندان ما را نور چشمان ما بگردان و برای آدمان پارسا نمونه عبرت نیک بگردان.